فوجی، توکن، بروکلین، سارج و فرنچی. خب بچه ها، حالا وقتشه که به اون گوسفندهای درس حسابی بدیم. حتما سارج. آخ، کاش این بازی دکمه برگشت داشت. خوبشی نداره. شما دیدید بچه ها؟ اون گوسفندا دارن ما رو مسخره میکنن. توکن، نوبت توه. برو که رفتیم. گوسفند سنگل، کثافتا. اوه، توکن وقتی که نتونستی ما رو بزنی توکن، مگه ما سنگل نبودیم؟ مگه کثافت نبودیم؟ توکن موکن. خب توکن رو از دست دادیم. بروکلین، امروز میخوام از تمام سعیت و زور کلت استفاده بکنی تا اون گوسفندا نابود بشن. من یه پرنده خیلی بدبختم. بذارید برم من بذار داغونشون میکنم. روحیت رو دوست دارم بروکلین، برو حسابشون رو برش. روز شادتون رو رفتید به روز عذابی کنم. باید بیشتر سعیده بکنی بروکلین. خب عالی شد. فرنچی، من و تو باید هر دوتامون تمام زورمون رو بذاریم تا اون گوسفندا نابود بشن و نتونن برنده شن، وگرنه من تو میبازیم. متوجه که چی میگم نه؟ اما سارج، تو اما قوی تری و رهبر گروهی، شاید بهتر بزنی نابودشون با. ایده خوبیه. من اومدم. اینا رو ما جواب نمیده. خب فرنچی، نوبت توه. برو انتخاباتو از اون گوسفندا بگیرین آخری. اما سارج، اگه برم نابود میشم. اوه فرنچی، تو بیمارستانات حق کم نیست. برو اینی مرد بزن به تلفنشون. مثل اینکه چاره دیگه ای ندارم. برو فرنچی و اینی مرد جانفشانی کن. کجا داری میری؟ اونا خیلی احمقن که فکر میکنم من جونم برای این بازی جانفشانی میکنم. ای شاخه پرگل قشنگم، چرا تو رو میبینم؟ یا علی، خوب بازی کن و خوبم برنده شو.